یار من که من بعد از که من مدام مهنت کنم حجونه یار کش را حد کنم انا گفتم من گفتم کنی گفتم کنی گفتم انا گفتم من گفتم کنی گفتم کنی گفتم من گفتم کنی گفتم انا گفتم انا گفتم کنی گفتم کنی گفتم انا گفتم من گفتم بله باید آواز روشن کردن است خداد مثل سلام بر خداد مثل سلام بر دستر داری تور کنده کفانیار همسایه ها بخبر از کنده کفانیار همسایه ها بخبر از کنده کفانیار همسایه ها بخبر کنی گفتم من گفتم من گفتم انا گفتم کنیه کنی گفتم انا گفتم انا گفتم من گفتم کنیه کنی گفتم کنی گفتم رحمت جانم همین که روزا میدیدیم آواز روشن کنم از او میدیدی خشت ها را یکتا رو کرد و بلند تو که استای خشت بالای دیوار ششتی تو که استای خشت بالای دیوار ششتی اگر سخت مهنت کنی آینده در بهشتی اگر سخت مهنت کنی آینده در بهشتی خشت ها را یکتا بله مرده برم همسایه همجا هستن بیا دم بگیریم زرک دم بگیریم بگیریم افسا چه سلامت بگیریم مودا نباشه همسایه سلامت باشه دستاتشو ببین زرک دستاتشو ببین یه شرمنده کردی مویا چی با؟ هرمی قشلاقداری همین خیمه شما چه مردک شرم و حیران نمیداره شما شکرم یک دتار در دستان همین هی بعد خدا دوندی بی زنک میگرده تو با کره یا مردکی خودم که نمیشد شما نصیحت کنه شما نگم زنک کار کنه شما راحت کنه بعد خدا دتار که دوندی می زنک گرده یا کار نداری شرم نمیداره یا شما کار نمی همه نویسنده بس کنه من فهمیدم شما همسر یگان ننگ و ناموس داره نداره شما فهمیدم در همین قشلاق شرمنده شدیم فقط در گوشه گپی شما میگن بگم؟ شرم میگم چی بگم؟ دوندی همون زنک گشت است همین بای خانه دو تار دست وای بای میگه زنک کاری مردکی میگه خزاری همسایه یک خونه ساخته ایزو میگم خزاری شما همسایه این زنک خودش گناهگار شکر آبی خودش میداد مو گناهگارش همین که این آخی عادت دارد چی عادت دارد عادتش همین که به همین دوتا رو به همین آوازی من همین کار کرد نمیتونن خیشت ها را